با درود حضور شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و برنامه زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران. بسیار خوشحالم که به با شکوه زن، زندگی، آزادی میرسیم. با خواهیم گرفت شرایطی که زنان و مردان ایران، میشه گفت در رأس اونها زنان ایران، به رویارویی پرقدرتی با رژیم جمهوری اسلامی رفتن و خواهان این هستند که تا سرنگونی کامل این رژیم و برچیدن تمام قوانین و سنت‌های ضد زنش از پای ننشینند. در برنامه امروز طبق روال برنامه‌های زنده همراه هستیم با مهمان گرامی که نگاهی به این انقلاب باشکوه در روزهای منتهی به 8 مارس بیاندازیم. در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق مرسده قایدی، فعال چپ و جنبش دادخواهی. خوشحال میشم که تا پایان این برنامه نیز با ما همراه باشید. رفیق مرسده گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. با سلامای گرم به شما رفیق عزیزم و همچنین بینندگانی که پای صحبت ما نشستن. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا یه بار دیگه در خدمت شما باشیم. منم خیلی ممنونم که این فرصت رو دادین که در کنار هم باشیم برای این موضوع خیلی مهم، 8 مارس. خیلی خوش اومدید. خب رفیق مرسده، همونطور که در مقدمه گفتم ما داریم به روزهای پایانی 8 مارس نزدیک میشیم و ما در کشوری، میشه گفت مال کشوری هستیم، الان نمیشه گفت در کشوری داریم زندگی میکنیم، ولی خب یه حکومتی بر کشور ما داره حکمرانی میکنه که شاید مناسب نباشه این شعر رو براش به کار ببریم، اما هر دم از این باغ بری میرسد. روزی نیست که خبرهای ناگوار، حوادث ناگوار در ایران به سرتیتر روزنامه ها و به بحث داغ رسانه ها تبدیل نشه. این روزا هم با توجه به اینکه خب در آستانه 8 مارس هستیم و خیزش ژینا یا همون ژن آزادی خیزشی هستش که زنان در رأس اون قرار دارن، زنان در سطح رهبری اون بودن. در این روزها جمهوری اسلامی یه دست به یه عمل بسیار میشه گفت چندشاوری زده و اون هم مسموم کردن دانش آموزان و عمدتاً دانش آموزان دختر هستش. نظرتون در این مورد چیه؟ آیا این برنامه ریزی شده بوده یا هدف رژیم از این کار چیه؟ شما چه نگاهی به این حادثه تلخ دارید؟ من ابتدا از شما اجازه میخوام که به تبریک بگم برای فرارسیدن 8 مارس جهانی زن به تمام زنان و مردان آزادیخواه و برابر طلب که در تمام این سالها در باب قدرت رسیدن حکومت اسلامی که پرچم ایدئولوژیکش در واقع حجاب بوده و آپارتاید جنسی و تبعیض جنسیتی مبارزه کردند. و همینجا لازم میدونم یاد ژینای عزیز ما رو با تمام اندوه و دردی که داریم از رفتن اون، ولی یادش رو گرامی بدارم و یاد تمام دختران پسران جوانی که در این عرض 6 ماه از دست دادیم و یاد ژینا از این که 4 دهه مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و برای برابری رو ما میبینیم در بعد از رفتن ژینا با این پیوند خورد و این انقلاب ژن آزادی رو، جنبش انقلابی رو میبینیم که الانم شاهدشیم که برای سرکوبش رژیم چه نقشه های کشیده. ببینید این اتفاقی که الان افتاده به نظر من یک عمل جنایتکارانه است، برای اینکه داره با مواد شیمیایی بچهای ما رو مسموم میکنه. آمارها متفاوته، تا الان 2000 نفر از بچه‌ها، نوجوانان ما مسموم شدن. کاملا از نظر من برنامه‌ریزی شده است. ببینید نسلی بود که به خصوص در این چند ماه
در این جنبش انقلابی شاهد مبارزاتشون بودیم. یادمون باشه این بچه ها عکسای خامنه‌ای رو آوردن لگد زدن تو مدرسه، روش راه رفتن، روسری هاشون رو در آوردن عکس گرفتن. بچه های کوچیک ما با ژن جیان آزادی اومدن تو مدرسه، تو خیابون ها، همه این حرکت ها رو کردن. و امروز من یک نکته رو شنیدم، این کاری بود که این بچه ها برای 22 بهمن رژیم نرفتند، دانش آموزان زیر هر فشاری گذاشتن. و تاریخاً این بچه ها نسلی هستند که سرکوب مادرانشون رو دیدن، برای اینکه دیدن مادراشون دارن می جنگن و یاد گرفتن مبارزه رو از مادراشون که باید بجنگن. و به همین دلیل همینطور که در اول انقلاب 8 مارس 57 با سرکوب زنان این شروع کرد، فکر میکنه برای شروع این جنبش انقلابی میدونه باز هم زنان که هیچ نوجوانان عزیز ما رو سرکوب کنه، چون ابزار زندان شکست کن، دستگیری که گروه الان بچه های ما تو زندانن و دختران پسران جوون ما دهه 80 رو همه تو خیابون گرفت. الان بخش زیادی ما اصلا اسامی اینا رو نداریم. در این مورد بازنده شد و دید همچنان به خصوص مبارزه در کردستان، در زاهدان، بلوچستان همچنین ادامه داره و اومد یک از حربه دیگری استفاده کرد. ببینید این تقریبا نزدیک 3 ماهه، اوجش الان 1 ماه شد. همین امروزی که ما داریم با شما حرف میزنیم تقریبا تمام شهرستان رو بوده. رشتم که تا الان اتفاق نیفتاده بوده امروز اتفاق افتاده، کرمانشاه اتفاق افتاده، همه این شهر رو داره میگیره. و چرا سازماندهی شده؟ چون دختران رو نشان گرفته و این جنگ 4 دهه رژیمه با زنان. و امروز خیلی یه صحنه‌های آدم میبینه با درد تمامی که شما به درست گفتین، هر روز ما شاهد یه نوع سرکوب رژیم هستیم. در مقابل اون ما جنبش انقلابی میبینیم. تعدادی زیادی از بچه‌های دانش آموز پسر به مدرسه نرفتن، اومدن تو خیابون برای حمایت دختران. و صحنه‌هایی که شما میبینید، دیروز یه بچه مطرح کرد، ببینید پنجره باز بوده، یه چیز کوچیک شیمیایی انداختن تو پنجره. پس ببینید کاملا سازماندهی شده است، کاملا برنامه‌ریزی شده است و میخواد عقب برونه. و امروز که اینجا به درست نقش فرهنگیان عزیز ما، معلمان عزیز ما، همراه خانواده ها و مردم ایران، بچه های کوچیک ما رو دارن. ببینید یکی داشت میگفت تنفس این بچه بر نمیگرده. من خودم چون خب رشتم نرسینگه، با چند تا از بچه های پزشک داشتم صحبت میکردم، میگفتم معلوم نیست حتی این مواد شیمیایی در آینده چه تأثیری روی زندگی بچه ها خواهد داشت. ما الان میبینیم میرن اکسیژن، ولی آیا در آینده روی این بچه ها، ریه بچه ها تأثیر خواهد گذاشت رو تنفسش که این بچه ها آسم نگیرن؟ ببینیم به همین دلیل از نظر من داره جنایت میکنیم بشیم، مثل جنایت های دیگری که تا الان کردیم. اصفهان یادون باشه که اسید پاشی کرد، یعنی ببینید همش مورد زنانه، زن، دختر جوان، این حملش به همینه. و همین دلیل من این زمینه ها رو میبینم از طرفی که رژیم داره آگاهانه و سازماندهی شده داره میکنه. یعنی منظور شما اینه که میخواد به یه نوعی زنان و در رأس اونها این دختران دانش آموز رو به تمکین وادار کنه و اونا رو به عقب برگردونه؟ دقیقاً. ببینید این بچه ها میدونه عقب نمیشینن. اینا من هم توضیحی که دادم، اینها با یه تبعیض جنسیتی بزرگ شدن دهه 80 ها. ببین خودشون هم میدونن، چون تاریخاً دیدن، تو خیابون شاهد بودن. وقتی بچه های 4-5 سالی بودن دیدن برای حجاب دارن میزنن، تو اتوبوس دارن میبینن، تو محیط کار دارن میبینن، تو دانشگاه اینا مادرای خودشونو دارن میبینن.
بعد این شما ببینید این 4 دهه زنان ما خیابون مبارزه که تو خیابون این جنبش ما تو خیابون هر روز داشت مبارزه میکرد. خیلی از جنبش ها شاید به خیابون رژیم نذاشت، ولی چون مسئله حجاب بود جنگ زنان در خیابون بود و این نسل قبل از اینم دید. خب یادمون باشه جهت اطلاع بینندگان اینا پونس به سر ما زدن، اینا شلاق زدن، اینا سنگسار کردن، همه اینها رو یک جنبش قوی ایستاد در مقابلش، وادار به عقب نشینیش کرد. ببینید زمان در همه عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط خونه جنگیدن و این نسل تمام این تجربیات رو داره. میبینی که مادرش تو خونه جنگید برای حقوقش، تو اتوبوس برای حجابش جنگید، دست در دست مادرش بود دید جنگید و در محیط دید که در مدرسه داره تحقیر میشه، باید روسری سرش بکنه. و یک مسئله این نسل داره جهان رو میبینه و موقعیت جهان رو داره میبینه و به همین دلیل 100% این سرکوب و این جنایت سازماندهی شده است. چون این دوره 6 ماه ما یه حرکت اعتراضی در سال 98 96 ما این صحنه‌ها رو کمتر دیدیم. دانش آموزان خیلی نقش بزرگی داشتن. یادمون باشه از مدرسه می اومدن بیرون با زن زندگی آزادی شعار این روسریاشون رو میگرفتن یا ژنژیان آزادی و این در واقع و همبستگی که بود. تهران میگفت ژنژیان آزادی، کردستان میگفت زن زندگی، یعنی این گره همبستگی بین این نسل به وجود اومده. این هم رژیم نمیخواست و همین دلیل این اتفاق افتاده. یکی از دلایلش اینه که به نظر من میخواد به کشورهای اروپایی بگه ببین من دارم حمله شیمیایی میکنم. ببینید این حمله شیمیاییه، حمله شیمیایی از خود این رژیمه، یعنی کسی دیگه دارن. من اتفاقا در این مسابقه دیگه گفتم اگه رژیم بیاد 4 نفر دیگر رو بیاره دوباره ببره دادگاه بگه اینا کار کردن، از نظر من و شمایی که سالها داریم مبارزه میکنیم باید قبول کنیم از بالا این تصمیم گیری شده. و یه نکته میدونستن امسال 8 مارس امسال ما متفاوته با 8 مارس های سالهای قبل. امسال این نیروی جوان، این عدالت خواهی که اومده خیابون، این برابر طلبی که اومده، جنبشی که اومده تو خیابون، امسال میخواد 8 مارس خیابون در تصرف خودش بگیره. بعد درست میبینید درست در روزهای قبل از 8 مارس الان 3 روز اخیر به شدت بالا رفته، حمله به شدت بالا رفته، یعنی تقریبا تمام شهرهای ایران داره میگیره. به همین دلیل یکی از دلایلش که تمام ذهن‌ها رو متمرکز این بکنه و تمرکز رو 8 مارس رو کمتر کنه که ما اجازه نمیدیم رژیم این کارو بکنه. ما همینطور فعالین داخل دارن اطلاعیه میدن، دارن میگن ما حرکت میکنیم، پیامو داریم میبینیم، هر روز زنان شجاع ما دارن پیام میدن به مناسبت 8 مارس و همین دلیل ما اینم حربی رژیم رو شکست خواهیم داد. بله سپاسگزارم رفیق مرسده. شما اشاره کوتاهی داشتیم به معلمان که برای روز سه‌شنبه فراخوان دادن و میخوان که در محکومیت این حرکت رژیم اعتراض کنند. به نظر شما وظیفه مردم چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، فعالان آزادی خواه و برابری طلب، را نگیم فقط چپ، اونایی که دل در گروه آزادی دارن یا دل در گروه انقلاب زن زندگی آزادی دارن چیه؟ واقعا به نکته درستی گفتیم که در گروه این انقلاب، حالا با هر چیزی، در گروه آزادی، ببینید هرچند ما در اینجا هستیم شاید به عنوان اینکه بگیم این کارو بکنید اون کارو بکنید شاید به کم چیز، ولی از نظر اصولی من خودم فکر میکنم الان همراه این خانواده ها و همراه معلمین که سه‌شنبه گفتن که روز بعدش 8 مارسه بهترین موقعیته که ما بیام تو خیابون این و اعتراضمون رو باز به این جنایت بکنیم. یعنی این که دلمون در گروه آزادیه. ببینید واقعیتش لحظه به لحظه ممکنه هر خانواده‌ای رو آلوده کنه.
ببینید این رژیم همه این جامعه ایران رو، جامعه 85 میلیونی رو داره به خانواده دادخواه تبدیل کرده. همه درگیرن به نوعی. پس برای اینکه دوچار این سرنوشت نشیم باید بیان خیابون رو باید انتخاب کنیم. از نظر من پیروزی یک انقلاب خیابونه، قدرت ما در خیابونه. از بالا راستا دارن اینو میگن، ولی ما تجربه نسل من واقعا تجربه همه نسل کتاب‌های زیادی خوندیم، راجع به انقلابات جهان خوندیم، ولی یک اتفاقی که برای من افتاد، من این انقلاب 57 تجربه کردم. ما از طریق خیابون رژیم سلطنت انداختیم. درسته از بالا یک حکومت رو به قدرت رسوندن، ولی ما تو خیابون به زیر کشیدیم اینا رو. بعد اینا از بالا برای ما یک حکومت جنایتکار اسلامی رو به قدرت رسوندن. به همین دلیل روز تاریخیه به نظر من، روز تاریخی برای مادران، برای نسل جوان، برای که همین الان اگه شاید بچه دختر 2 ساله‌ای داشته باشه، حتی یک نوزاد داشته باشه، باید ببینه آینده بچهش در گروه اینی که در خیابون باشه، که بچهش شامل همین حمله شیمیایی نشه. چرا ما باید بذاریم نازنین بچه های ما که این مورد حمله شیمیایی قرار بگیره و فقط با قدرتمونه که اینجا میتونیم به عقب برونیم، همینطور که توی 6 ماه اخیر کردیم. این قدرت خیابون بود به نظر من. حرفایی که زده میشه با این مذاکره کرد با راست داره میگه اصلا این نیست. قدرت خیابون دنیا رو تکون داد. قدرت انقلاب زن زندگی آزادی بود. 4 دهه همراه مردم ما جنگیدیم، 4 دهه ما کنفرانس ها گذاشتیم تو اینجا، صحبت ها کردیم، تماس ها گرفتیم با فمینیست ها، با تمام احزاب ها، ولی امسال نگاه همه اونا برگشته، واقعا به طرف ایران برگشته و ما میبینیم شعار زن زندگی آزادی ژنجیان، حتی اینها در جمعشون دارن میگن، هر دوتا هم به ژنجیان آزادی رو میگن، هم زن زندگی آزادی رو میگن، هم انگلیسی میگن، ولی این شعاری که دامنگیر شده. به همین دلیل خیابون، ببینید انعکاس این جنایت هولناک رو باید از خیابون برسونیم به تمام دنیا. تعیین کنندگی برای منم سه‌شنبه روز خیلی مهمیه که ببینیم هم صدا در کنار هم دست به دست هم بیایم تو خیابون. بله، امیدوارم که یه روزی باشه که برگ زرینی به تاریخ مبارزات مردم ایران اضافه کنه. رفیق مرسده، شما گفتین که صدای انقلاب زن زندگی آزادی رو همه دنیا شنیدن. این کسی نمیتونه اینو منکر این باشه که این واقعیت باشه، چون ما شاهد مارش عظیم آزادی خواهان بودیم در حمایت از انقلاب ژینا و مردم ایران. اما خب از یه طرفی هم میشه گفت که خیلی ها میخوان که صدای این انقلاب رو آگاهانه نشنیده بگیرن. دیدیم که امیر عبداللهیان چطور در گفتگو با تلویزیون CNN گفتش که خیلی راحت گفتش که ما کسی رو نکشتیم و از تصمیم جدید دولت بلژیک هم مبنی بر استرداد اسدالله اسدی هم دیگه خبردار شدیم. و اینو دیگه شما چطور اینو میبینید؟ چطور اینو ارزیابی میکنید؟ صدای زنان ایران، مردم ایران و در رأس اونا زنان ایران در جهان طنین انداز شده. حمایت های میشه گفت تاریخی از این انقلاب و مردم ایران شده در بیشتر کشورهای جهان. اما این تصمیم دولت بلژیک و بی‌مسئولیتی سران رژیم رو شما در چی میبینید؟ با توجه به اینکه شما سالهاست که دادخواه هستید. اتفاقا این خبری که شما میگین اسدالله اسدی واقعا تکان دهنده بود برای من. باز هم اینو یه دوره آوردن جلو، درست در این دوران دوباره دارن اینو که اصلا رد کرده، یعنی میخوان مبادله کنن. ببینید من همین تا الان اعتقاد دارم اینها از این انقلاب ژنجیان آزادی وحشت در این حالی که میان کفالت سیاسی به عهده میگیرن، میان مطرح میکنن که ما صدای این انقلاب شنیدیم، ما کنار این انقلاب میخوایم بایستیم، ولی به طور واقعی هنوز از این
کسانی که دارن جنایت میکنن دارن حمایت میکنن. ببینید ژینای عزیز ما رو که کشتن رئیسی جنایتکار سازمان ملل بود. همون وقت ما تظاهرات گذاشتیم همینجا جلوی لندن، جلوی سازمان ملل. من گفتم شرم کنید، شما دارین با یه جنایتکار دهه 67 و ژینای ما رو الان کشتن دارین دست میدین. شما ببینید بعد از این کشتار 6 ماه عبداللهیان میارن و باش دست میدن. نماینده بلژیکی که موهاشو زده بوده میره کنارش و باش حرف میزن. ببینید این روشنه که برعکس تبلیغاتی که داره راست میکنه و همون نکته که به درست شما گفتید میخواد اینو ندید بگیره. اصلا حرفی از زن زندگی آزادی نیست، حرف از برابری جنسیتی نیست. میخواد بگه که نه، هر جلسه ما داشتیم بسیار ما رو تشویق کردن اینا، در صورتی که خود اینا بهشون گفتن شما نماینده مردم نیستین. حزب محیط زیست آلمان گفت شاید ما دفعه دیگه با نماینده‌های زندانیان سیاسی بشینیم، با اتحادیه کارگری بشینیم. و به همین دلیل اروپا و آمریکا هنوز طرف این رژیمن، ولی دیپلماسی دارن رفتار میکنن. شما ببینید وقتی که من دیدم عبداللهیان رو دعوت کردن، اصلا باور کنین فکر میکردم خب رئیسی تو همین فاصله اومد، تو این 6 ماه اومده، دوباره این جنایتکارم دعوت کردن. خب این نشون دهنده چیه؟ میخوان بگن همون نکته که با بیشرمی تمام میگه که ما کسی رو نکشتیم. سندهایی که وجود داره همون کاری که اینا در سال 67 کردن و واقعا اینا گفتن کی میگه خاوران اصلا آدم هست، برای همین حمله کردن به خاوران. شما خاوران رو هیچ نشانی نمیبینید، چون اینا میگن که بیاین ببینید کی اونجاست. به یه زمین بایر تبدیلش کردن. میگه شما ببینید فقط زمانی اگه ما این امکان داشته باشیم باید آزمایشات ژنتیکی بشه از اونجا و ببینن که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاد. این کارا رو تو آرژانتین کردن. به همین دلیل این نشون دهنده این که چرا من گفتم مردم ایران باید بدونن خودشون باید عوض کنن، اون قدرت باید عوض کنه. به اینها نباید ما دل ببندیم، چشم ببندیم، برای اینکه با قدرت خودمون وادارشون میکنیم. همین الان همون چیزی که شما گفتین، جهان با اون قدرت انقلاب نگاش برگشت. یک نکته دیگر هم بگم، این انقلاب خیلی مهمه. ببینید این انقلاب ضد مذهبه، همه دنیا میدونه. این انقلاب منطقه رو عوض خواهد کرد، به خصوص منطقه اسلام زدن در منطقه. اینا ببین وارد رابطه با عربستان سعودی شدن. عربستان سعودی وحشت کرده، برای اینکه عربستانی که به خاطر مبارزات زنان ایران بود که تازه اجازه رانندگی گرفته. ببینید منطقه الان جنبش زنان ایران در منطقه اوله، داره حرف اول میزنه، چون برابری کامل رو میخواد. این یه واقعیته و میدونه این نسل میدونه چی میخواد. اتفاقا نسلی که میدونه برابری جنسیتی، تنها برابری جنسیتی که اون ستم همه چیز از بین میبره. بنابراین اینها با یه انقلابی مواجهن که فردا صداش در عراق شنیده میشه، در افغانستان شنیده میشه، در یمن. این تأثیر داره. ببینید همینطور که متاسفانه این انقلاب به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی منطقه رو عوض کرد. شما خب نسل شما خیلی جوان‌تر از ما، جوونی هستن، تجربه ما رو ندارین، ولی واقعا این دوری که اینا به قدرت رسیدن منطقه رو عوض کردن. و یکی از نگرانیش، این ارزیابی منه، یکی از نگرانیش اینه که منطقه عوض خواهد شد. خواسته ها، ببینید یه کنسرتی اینجا بود، زن زندگی آزادی، ژن آزادی، کنسرتی گذاشتیم به نسل جوانی رو برگزار کردیم. از تمام انقلابیون، تمام خواننده های انقلابی کشورهای، شهرهای منطقه، یعنی در منطقه اومده بودن، از عراق، از کردستان اومده بودن، از همه منطقه اومده بودن و همشون میگفتن ما از این انقلاب حمایت میکنیم. این یه همبستگیه، هم در منطقه هم در سطح در واقع کشورها. به همین دلیل نگرانم از این.
نگرانن که اولین باره در انقلاب 57 این نبود. به طور واقعی باید واقعیت ها رو بگیم. این انقلاب یک انقلاب ضد مذهبه و طبق شعارهایی که این نسل داده گفته قرآن بره تو تاقچه. من این مدرکمه، نه که بگم به ما همینطوری این صحبت ها رو میکنیم. اولیش حجابشو بر میداره، بعد میگه اونم بره تو تاقچه، هر کی امرشونه بره تو خونش، بره رو خونش، تو تاقچهش، ولی نه یا تو زندگی من تاثیر بذاره، تو قوانین من تاثیر بذاره، تو محیط مدرسه من، تو محیط اداره من، تو اقتصاد من. کاری به من نداشته باشه بره اونجا، منم به کاری بهش ندارم. تمام این مجموعه کشور اروپا و امریکا رو نگران کرده، مضطرب کرده که با یه انقلاب عظیمی مواجه هستش و اتفاقاتی که به خصوص در این جمعه‌های زاهدان داره اتفاق میفته. ما میبینیم با چشم‌های رادیکالی اینقدر دارن سرکوب میکنن و همچنان 23مین جمعه است که در خیابونن. ببینید ادامه دار، اصلا یک جمعه نشده که نکنن. تمام این مجموعه نشون دهنده اینه که از نظر من نگران این انقلابن. نگران اینن که این انقلاب سرایت کنه به کشورهای همسایه و خاورمیانه‌ای که میدان تاخت و تاز امپریالیستاست از دستشون بره. دقیقاً. و تاخت‌وتاز اسلام سیاسی. اسلام سیاسی یکی از در واقع اسلام سیاسی که یکی از پرچم ایدئولوژیکش حجاب و زن از صحنه اجتماعی تمام عرصه‌ها رو باید حذفش کنه، تمام عرصه‌ها. و ببینید در ایران این جنگ، برای همین میگم شما ببینید زنا حق طلاق ندارن. نسل جدید چیکار کرد؟ وارد یک ازدواج میخواد بشه، قبل از که ثبت کنه حق طلاق میگیره. ببینید ابزارهای علیه رژیم، حضانت بچه رو قبل از که ازدواج کنه از میگیره. ببینید خروجی، شما حساب کنید برای تک تک اینا جنگیده شد. این نیست که رژیم یا اون کسی که میخواد دختر و پسر جوانی که میخوان با هم زندگی کنن پیش بینی میکنه، چون قانون از مرد حمایت میکنه، میگه فردا این در رو درروی من وامیسته. به همین دلیل تو عرصه های اجتماعی شما میبینید چه قدم های بزرگی برداشته شده. یه نکته من اینجا بگم که بحثم طولانی نشه. هدف حکومت اسلامی طالبان همین حرکتی که الان کرده، میخواد مدرسه دخترانه بسته بشه که امکان نداره، تو ایران این اتفاق نخواهد افتاد. ولی مایی که شاهدیم دور میدیم این برقه رو داشت مطرح میکرد، ولی اون جنبش زنانی را بهش اجازه نداد که چادر رو مطرح کرد. گفت نه، فقط به این رسید که رو سریم و اگه نمیخواست برقه رو بکنه، چادر سر ما بکنه. مرحله به مرحله اینا جنگیدن. اینا قرار نبود ما دانشگاه بریم. امروز 60% دانشگاه دخترانه. قرار بود ما بریم دیپلم بگیریم، طبق گفته رژیم یا به 19 سالگی دختران ازدواج کنن، مسئولیت بچه بیارن. همه اینا زیر پا گذاشته شد. شما ببینید طبق آمار میگه ازدواج در ایران داره آمارش میاد پایین. در کشوری که اسلام سیاسی حاکمه، در یک کشوری که آپارتاید جنسی حاکمه، این آمارا نشون داده یک مبارزه هر روزه است که داره در این کشور اتفاق میفته. به همین دلایله که ایران یه موقعیت ویژه‌ای داره. بله، شاید به قول شما میخواد که مردم ایران رو بترسونه که ما میتونیم دقیقاً ایران رو مثل افغانستان، شبیه افغانستان بکنیم و میتونیم که دختراتون رو از تحصیل باز بداریم و خیلی کارهایی که الان در افغانستان واقعا میشه گفت که همه ما میدونیم چقدر ضد زن هستش این حکومت و میشه گفت اصلا ضد بشر هستش، چون موسیقی و نمیدونم همه چی رو حرام کرده. بله رفیق مرسده، بسیار سپاسگزارم. اگه شما اجازه بدین ما بریم یه تصاویری رو ببینیم، بعد برمیگردیم و در مورد 8 مارس با هم صحبت کنیم. حتما.
راهش رو گم کرد که سوی تو گم شد زن زندگی آزادی توی عالم پیچید پیشم پیغمگی تو مثل کوه نوری نزار خورشید بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نزار خاموشی جون بگیری درودی دوباره بینندگان عزیز. در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق مرسده قایدی، فعال کمونیست و دادخواه از لندن همراه ما هستند. رفیق مرسده عزیز سلامی دوباره. من سلام میکنم دوباره به شما و بینندگانی که تا همین الان همراه ما هستند. و اینجا لازمه بگم وقتی این کلیپ این عزیزایی رو که از دست دادیم ببینین همشون سرشار از عشق و زندگی و انسانیت بودن و اینها برای این جامعه چی. اصلا من دگرگون شدم هر وقت که عکس این عزیزای ما رو میبینیم که پر از زندگی و همه اینا رو یک لحظه یه رژیم جنایتکار از ما میگیره. ببخشید که من یاد عزیزشون گرامی. بله یاد همشون گرامی. دچار واقعا انقدر احساسات شدم خواستم احساسمو با بینندگان عزیز شریک بشم و بگم که ببینید چه بر ما داره میگذره، چه کسانی رو از دست دادیم و یه روزی باید پایان اینو اعلام کنیم و قدرت ماست فقط این پایان اعلام. بله دقیقاً و ما باید ادامه دهنده راهشون باشیم تا به قول معروف به هدفی که داشتن ما تا به رسیدن به اون هدف از پای ننشینیم. رفیق مرسده عزیز بریم سراغ برنامه‌مون. خب میدونیم که 8 مارس نزدیکه و همه با هر کی که صحبت میکنیم میگه که این 8 مارس بسیار متفاوت هستش با سایر 8 مارس، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، چون همونطور که اشاره کردیم تنین صدای انقلاب در همه کشورهای جهان شنیده شده. پس میشه گفت که این یه انرژی مضاعف میده به تمام زنان و مردان آزادیخواه چه در ایران و چه در سطح جهان که هرچه باشکوه‌تر، پرقدرت‌تر مارش 8 مارس رو انجام بدن و جشنهاش رو برگزار کنن. میخوام ازتون بپرسم که برگزاری سالانه 8 مارس هرچند که برای زنان و مردان آزادیخواه تا رسیدن به برابری واقعی هر روز باید روز 8 مارس باشه و هر روزمون سرشار از مبارزه باشه، اما برگزاری این جشنهای 8 مارس و تظاهرات‌های 8 مارس
در طول تاریخ، مخصوصا در 44 سال گذشته که خودتون میدونین که رژیم همه سعیش رو کرده که این روز رو هرچند که تعطیل رسمی عنوان نکرده، اما از برگزاری کوچکترین مراسم هم ممانعت کرده. برگزاری این مراسمات و بودن 8 مارس به عنوان روز جهانی زن چه تأثیری بر انقلاب ژینا داشته؟ ببینید، من فکر میکنم که هم انقلاب ژینا رو 8 مارس تاثیر داشته، هم 8 مارس رو انقلاب ژینا گره خورده در واقع. ببینین 8 مارس، حالا بریم رو جامعه خودمون، جامعه‌ای که در واقع حتی قبلش هم مراسم‌ها گرفته میشد در زمان در واقع نظام سلطنتی، اونجا با مشکلات مواجه بود و این مبارزه زنان کتاب‌ها نوشته شد. مبارزات زنان از انقلاب مشروطیت شروع شد، ولی یک اتفاق بزرگی که افتاد این بود که بعد از سرکوب زنان در 8 مارس 57 این جنبش شکل گرفت، یعنی مهر جنبش به خودش گرفت، جنبش مبارزاتی به خودش گرفت و از فردای اون روز اومد و مبارزه کرد. به همین دلیل تاریخاً بعد از سرکوب این انقلاب 8 مارس بسیار مهم شد. برای چه؟ با تمام انتقاداتی که ممکنه به نیروهای چپ و رادیکال 57 وارد باشه، ولی من شعارها رو که شما میبینید، شعارها در اون زمان رادیکال و چپ بود با این مضمون: جامعه‌ای که زن درش آزاد نباشه در اون جامعه آزادی وجود نداره. ببینید مثل همین شعاری که الان داریم میبینیم و پلاکاردهایی که اون زمان در تظاهرات 8 مارس برداشته شد. به همین دلیل این تمام 8 مارس ها برای ما یادآوری میکنه نه که مبارزمون موکول میشه به 8 مارس. هر 8 مارسی ما چندین دستاورد از دوره 1 سالمون داریم و اونها رو در پلتفرم هامون، در قطعنامه هامون، به خصوص در ایران، در قطعنامه های شما از فعالین جنبش کارگری ببینید، فعالین زنان ببینید، دانشگاه ها ببینید و زنانی که متشکل بودن، بالاخره یه سازمانایی که بودن که همچنان دستگیر شدن ولی فعالیتشون ادامه دادن و اینها خواستشون رو تو عرصه‌های متفاوتی مطرح کردن. چرا من در ابتدای صحبتم گفتم از ژینای عزیز ما این 14 رو با هم بحث کرد؟ ببینید وقتی شما به این شعار نگاه میکنید، ژن آزادی، نشان دهنده 4 دهه مبارزه است. ببین لحظه به لحظه زنان مبارزه کردن. ببینید روزانه بود. اگر ما بخوایم راجع به مبارزات زنان صحبت کنیم شاید من و شما باید ساعت‌ها بشینیم حرف بزنیم، ولی اگر بیایم کوتاش بکنیم این بود که همیشه در روز 8 مارس به خصوص در خارج کشورم که ما بودیم، ببینیم ما بسیار کنفرانس‌های بزرگ میذاشتیم و اینکه روی مباحثی که چطور باید به این رسید و همیشه یکی از تاکیدات ما به عنوان آدم‌های چپ کمونیست همیشه میگفتیم پرچم ایدئولوژیک این رژیم حجاب اجباری. ببینید تا دوران این انقلاب روسری برداشته شد، ولی به محضی که رژیم فکر میکنه که این انقلاب سرکوب کرده، ببینید دوباره شروع کرده به مسئله حجاب. نگرانیشون اینه که میگه اصلا شورای نگهبان همشون جلسه گذاشتن سر حجاب دارن صحبت میکنن، که این حرف ما اثبات میشه که پرچم ایدئولوژیک امکان نداره جز محالات تا زمانی که رژیم باشه. آره جنبش اینا رو وادار کرد، روسری ها رفت عقب، لباسا تغییر کرد، با مبارزات رژیم کوتاه نیامد. رژیم چون نمیخواست این روز نمیخواست پیش بینی کنه، ولی این روز پیش بینی نمیکرد، هی کوتاه میومد در مقابل این جنبش که پوانایی میداد. ولی وقتی که این جنبش اومد به خیابون نشون داد که این جنبش خواستش خیلی بالاتر از اینه که بخواد با اینها عقب برونه. به همین دلیل از نظر روز تاریخی جنگیدن ما در این روز خوش تبلور میده که ما چه کار کردیم در این مدت.
و امسال ویژگیش چیه؟ ببینید همونطوری که به شما به درست گفتین، ویژگی اینه که اون جنگیدن 4 دهه به دنیا گفت، دنیا میدونست. من همینجا به صحبت خود شما میخوام برگردم. ببینید همین الان به نکته درستی گفتین، میلیاردها دلار دارن به طالبان کمک میکنن. طالبانی که داره نسل زنان میخواد از بین ببره. پس اینها میدونن اینو که اسلام چیه، چقدر یعنی ضد زنه و پرچمشه. به همین دلیل این انقلاب جهان رو عوض کرد. گفت دیگه ما نمیخوایم اون کسی باشیم که ما رو سرکوب بکنیم، ما خواستمون اینه. از نظر من این شعار در دل خودش خواسته ها رو داره مطرح میکنه. ببینید این شعار میگه جامعه که زن آزاد نباشه جامعه آزاد نیست به طور واقعی، و زمانی شما زندگی داری استثمار نباشه، فرق نباشه، آدما برابر باشن، تو برابر جنسیتی، تو برابر اقتصادی. ما زمانی که میگیم برابری اینا فکر میکنن که ما فقط میگیم مرد و زن فقط برابر. نه، تو عرصه اجتماعی، تو عرصه اقتصادی، تو عرصه سیاسی که همین جوامعی که ما داریم الان زندگی میکنیم نیست. زنان حقوقشون خیلی کمتره، این اثبات شده است. همون کارو زنان دارن انجام میدن ولی حقوق پایینتری دارن. شما پارلمان ها رو نگاه کنید، چند درصد زنان هستن؟ آیا برابرن زن و مرد تو پارلمانایی که اینا درست میکنن؟ ولی وقتی مقایسه میکنیم با کشورهایی که ما توش زندگی میکنیم، خب معلومه اینا به دستاوردهای بزرگی رسیدن نسبت به ما منظورم. ولی وقتی ما برابری میگیم تو همه عرصه ها میگیم، از محیط خونه گرفته، از محیط علمی گرفته. ببینید علمی همون امکانی که برای بین زن و مرد هیچ فرقی نداره، همونی که میتونه بره تو آزمایشگاه و بشینه یک سری چیزای علمی تهیه بکنه و همین کار رو زنان میتونه بکنن. یک موردی ببینید آماری هست، زنان ایرانی در این جوامع بسیار جلوترن، تو جامعه جا افتادن، موقعیت‌های اجتماعی دارن. تو امریکا حتی این چیز شد که تو محیط‌های علمی چقدر در موقعیت‌های بالایی هستن، چون این فضا داده شد بهشون، چون امکانشو دارن. به همین دلیل 8 مارس دوباره به ما یادآوری باید بکنه که ما چی میخوایم و در صورتی که جریان راست اصلا سر این صحبت نمی کنن، اصلا که خواسته میگن، حتی این شعار رو میخوان تصاحب کنن، بدزدن، خواسته اینها دفاع از این شعار نمی کنند چون با موازی فکریشون نمیخوره همچین مسئله. یکی از این راستا برگشتی ازش پرسیدن به اصطلاح که خیر خودشون میدونه، میگه که این شعار چه معنی میده؟ میگه خب زن باید مادر بشه، بره تو خونه بشینه بچه داری کنه، خیلی خوبه. ببینی درکشو از شعار زن زندگی آزادی این چقدر میفهمه. به همین دلیل 8 مارس برای ما موقعیت زنانه میگه، برابری زنان و مردان آزادی خواه. من نمیخوام این بحث رو بکنم که ما در کنار مردانی که برابر طلبن و زنان برابر طلب در کنار همدیگه میتونیم خواسته ها رو به دست بیاریم که سالها ما با عنوان چپ این کار کردیم. همیشه برابر، یعنی زنان و مردان آزادی خواه برابر طلب که خواهان این جامعه هستن، ما این کار رو کردیم. ببخشید که طولانی صحبت کردم. نه اختیار داریم. سپاسگزارم رفیق مرسده. زمان برنامه کم کم داره به اتمام میرسه، اما شما خب میدونیم که تو تقریبا 6 ماه گذشته زنان ایران واقعا دستاوردهای بسیار بزرگی داشتن. همین از شما از حجاب اسلامی و اجباری اسم بردین. میشه گفت نمیشه الان بگیم خیلی دیگه حجاب اصلا معنایی نداره در ایران، ولی میشه گفت که حجاب به یه معنایی دیگه، حجاب اصلا تو ایران دیگه مفهوم خودش رو از دست داده. میشه گفت این یکی از دستاوردهاست که بسیار بزرگم هستش، اما خب دستاوردهای بزرگتری هم داشتن.
برای حفظ این دستاوردها در روز 8 مارس امسال باید چی کار کنن زنان؟ ببینید نکاتی که شما گفتین شاید درست باشه، ولی آپارتاید جنسی حاکمه. درست عقب نشسته، ولی قوانین تبعیض جنسیتی، آپارتاید جنسی، زن نفر دومه، این عوض نشده و به درست شما گفتید به واسطه مبارزات عقب نشسته. 8 مارس امسال با همین پرچم زن زندگی آزاد، به نظر من پرچمی که یک جنبش انقلابی رو به هم بست کرد، خواسته های یک جنبش انقلابی رو به هم بست کرد و تونست یک پرچمی باشه که همه در کنار هم، ما از در اینجا همراه با مردم ایران و حتی جهان در کنار این پرچم جمع شدن و با این شعار اومدن در خیابون. به همین دلیل این پرچم مبارزاتی این انقلابه، پرچم مبارزاتی ما هستش، منشور ماست. بنابراین ما باید بیایم باز در خیابون و در این به خصوص امسال با این جنبش انقلابی با پرچم زن زندگی آزادی و سرنگونی حکومت، دیگه بحث کمتر از سرنگونی بحث نیست، چون ما به دستاوردهای بزرگی رسیدیم، ولی همین الان 8 مارس امسال متوقف کردن این جنایتایی که رژیم داره میکنه، مسئله با همین پرچم مسئله زندانیان سیاسی، یکی از مسئله که الان زنان دختران جوان ما به تعداد زیادی در زندانن و همین با همین پرچم زندگی آزادی، آزادی زندانیان سیاسیمون رو خواهد باشیم. لغو اعدام بسیار مهمه. این شعارهای مطالباتی ماست و در عین حال همون چیزی که من گفتم که ما تا رسیدن به برابری جنسیتی، همین شعاری که در 57 ما بلند کردیم، آزادی و برابری، باید همین شعار آزادی برابری رو بر 8 مارس به خیابون بیاریم. و یکی از نکات مهمی که حتما خود فعالین جنبش زنان در داخل، تمام نسل جوانی که این دوره به خیابون اومدن تشخیص خودشونه، ولی ما باید اینو به یه روز تاریخی دوباره تبدیل کنیم. روز تاریخی که در ادامه این جنبش انقلابی ژنجیان آزادی باز هم روی خواسته هامون با پرچم خودمون بیایم در تو خیابون و بگیم قرار نیست ما برگردیم تو خونه، قرار نیست، ما اجازه نمیدیم این انقلاب ما رو این بار سرکوب کنید، چون با این مبارزه از 96 شروع شد و امروز میبینیم با این شعار اومده تو خیابون و تأکید دوباره که تا سرنگونی ما هستیم در خیابون، ما برای مطالباتی که داریم در خیابون هستیم تو همه عرصه ها. و یکی میگم واقعا مهمه، این روز باید این مسئله حمله شیمیایی، یکی از مسائل بسیار مهمی که در 8 مارس اتفاق افتاده، همراه با همین شعاری که همراه ما هستش، ولی علاوه بر همون تمامی 6 ماه دیدیم که نسلی که اومد به خیابون، خیزش انقلابی، دختران پسرانی که تو جوانی که اومدن در خیابون همین شعار داشتن که ما اومدیم حکومت رو سرنگون کنیم. و این در ادامه 8 مارس که برای دنیا و برای همه ما یک روز آزادی خواهیه، یک روز برابر طلبیه، باید با همین پرچم بیاریم تو خیابون و خواسته ها و مطالباتمون رو مطرح کنیم، همینطور که خارجی کشور. و من یه نکته رو بگم، من در یه مصاحبه دیگرم گفتم، یادمون باشه با عکس زینب جلالیان عزیز ما 16 سال در زندانه، زن مقاومی که یک روز مرخصی نرفته، درمان نگرفته و آخرین نامه‌ای که چند روز پیش داد از مقاومت، از آزادی خواهیش دفاع کرد و در مقابل رژیم ایستاد. مریم اکبری مفرد، این بچه‌هایی هستن که به مرخصی نرفتن، درمان نمیشن و آسیب زیادی دیدن. من باید این عکس این زنان مقاوم، این زنان شجاع و تمام زنان زندانی رو پرچم مبارزاتیمون بکنیم، چون زینب جلالیان نامه‌ای که داده، یک نامه پرچم آزادی خواهیش رو بلند کرده و گفته من هستم در مقابل رژیم، یعنی تا سرنگونی حکومت هستم.
برای من یک زندانی سابق رژیم بسیار نامه مهمی بود و از مقاومتش باز یاد میگیرم. این یکی از خواستهای منه که حتما در تظاهرات این عکس‌ها رو باید داشته باشیم همراه پرچم‌های دیگر. بله، البته که 8 مارس متعلق به درسته که همه زنان هستش و حتی مردان آزادیخواه، اما متعلق به زنانی است که در زندانهای رژیم شکنجه شدن و متعلق به زینب و زینب هاست که مقاومتشون واقعا ستودنی است و اون روز باید ازشون یاد کرد و امیدوارم که همیشه تو برنامه همون مخصوصا در گفتگو با شما اینو مطرح کردیم که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو مردم از یاد نبرن و به صدر شعاراشون بیارن. رفیق مرسده گرامی، داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. شما اگه پیامی داریم به مناسبت 8 مارس که چند روز دیگه فرا میرسه لطفاً کوتاه بفرمایید، ممنون میشم. پیام من این که ما این روزو مثل همه سالها این روزو به یه روز تاریخی تبدیل کنیم، با یاد تمام عزیزانی که از دست دادیم، ولی در این روز دوباره باشون عهد ببندیم که ما ادامه دهنده راهشون هستیم. ما نخواهیم گذاشت بچه‌های 16 ساله ما رو که از ما گرفتن به فراموشی سپرده بشن. ما به تمام اون عزیزان، به مادران دادخواهی که عزیزاشون از دست دادن، به همه اونها قول خواهیم داد و که در 8 مارس روز تاریخی دوباره با آرمان‌های این بچه‌ها عهد می‌بندیم و نخواهیم گذاشت دیگر عزیزی دیگری از ما گرفته بشه و این روز رو به یک روز تاریخی با شعار ژن ژیان آزادی و زن زندگی آزادی دوباره خیابون‌های ایران و خیابون‌های دنیا رو تکون بدیم و بهشون بگیم که جامعه ما یک جامعه که آزادی و برابری میخواد. این شعارشه، علیه انتقام نیست ولی آزادی خواه و برابرتره. این پیام من برای 8 مارس. بسیار بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین و متشکرم که هر بار که باهاتون تماس میگیرم جواب بله رو میشنوم و نه نمیگید. سپاسگزارم ازتون. واقعا من از لطف شما خیلی ممنونم. منم خیلی واقعا در کنار شما برای یک آرمان خیلی بزرگ وقتی حرف میزنیم انرژی میگیرم. در نسل جوانی که اینطوری با شجاعت ایستاده، نسلی که ادامه دهنده راه ما هستش، این خیلی برای من خوشحال کننده است. در کنار شما جوانان نیستم و از تجربیات شما میخوام استفاده کنم. باز هم ممنون که منو دعوت کردید. اختیار دارین. امیدوارم به زودی در ایرانی آزاد همدیگر رو ببینیم حتما. و شاهد انقلاب به پیروزی رسیدن انقلاب زن زندگی آزادی باشیم. به امید اون روزهای خوب. به امید اون روزهای خوب. به امید اون روزها. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری رسیدیم. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق گرامی، رفیق مرسده قائدی، فعال کمونیست و دادخواه. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی برای زن، زندگی، آزادی. من خشم
هر جا میمیرم. از فصل صبح پاک رهایی جان دوباره میگیرم. عهد من به تو و دنیا، باشم یا نباشم فردا. جای شلی پرد به خون، میسازم سرودی زیبا. تو راه دبستان شاد